مشکلتون با کف سرتون چیه؟ ریزش مو خیلی شدیده. خیلی شدیده ریزشتون. خب بریم ببینیم ریزشتون دلیلش چیه. عزیزان ببینید به حسب این عکسی که از کف سر شما گرفتم، ببینید این قسمت ها رو ببینید، حالت ژله‌ای ماننده، کف سر کاملا چربه، اسکالپتون چربه و این تارهای مو رو میبینید نازکتر هستن نسبت به تارهای موهای مثل اینطور. اینایی که نازکترن به این بیماری، به این نوع ریزش میگم مینیاتوریزیشن و این تار موها تارهایی هستن که چون دور فولیکول چربی گرفته باعث میشه که خون رسانی و اکسیژن رسانی به فولیکول کامل انجام نمیشه و این تارهای ضعیفتر نازکتر به مرور ضعیفتر میشن و ریزش اتفاق میفته. ما باید حتما برای کف سر شما اسکراب اسکالپ انجام بدیم و بعد از اسکراب اسکالپ هم عزیزان براتون از کوکتل های درمانی استفاده کنیم.